هممون خبر دارم، چون جیب هممون این همه. پس بنابراین هیچ وقت تصور نکنید که چون من نتونستم وی پروتئین تهیه کنم بنابراین به تیم ملی نمیرسم. ابداً چنین چیزی نیست. بلافاصله بعد تمرین چند تا سفیده تخم مرغ، یکی دو تام زرده با یه مقدار سیب زمینی، 2 لیوان آب ولرم هم روش. این اگر نبود 1.5-2 لیوان شیر کاکائو با یه دونه موز، لاکچریه. هیچ کدوم از اینا نبود. همیشه گفتم خودتون میتونید با کربن نوشیدنی درست کنید، حتی پروتئین هم نداشت حداقل کربن رو تامین کنید. اما اگر بخوایم اصولی صحبت بکنیم، بعد از 18 سال بخوایم بگیم واقعا دیگه مطمئن بشیم، خیالمون راحت که به اندازه کافی مواد غذایی به بدنمون رسیده، بلافاصله بعد تمرین سفیده